حمله گسترده به سفارت آمریکا در عراق. منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که بامداد 17 مارس سفارت ایالات متحده در بغداد هدف حمله گسترده با راکت و پهپاد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها دست کم 60 راکت و 5 پهپاد از مناطق اطراف شهر به سمت این مجموعه شلیک شدند. منابع امنیتی این حمله را شدیدترین حمله از زمان آغاز درگیری‌های اخیر میان آمریکا و ایران توصیف کردند. سامانه‌های دفاعی مستقر در سفارت موفق شدند شماری از تهدیدها را رهگیری و منهدم کنند، اما گزارش شده است که دست کم یک پهپاد به داخل محوطه سفارت اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی و برخاستن دود شده است. تا زمان انتشار این خبر گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده و مقامات رسمی آمریکا نیز جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده‌اند.